و به قسمت اول از سری مجموعه های واندرلند خوش اومدید. واندرلند یعنی سرزمین عجایب و من قراره که توی این سری از ویدیوها یک سری تئوریایی بدم که پرده از حقیقت رو برداره. اوکی؟ در واقع مثل این میمونه که به شما بگم که برو داخل لونه خرگوش آلیس و وارد واندرلند شو. توی ویدیوی امروز قراره که ما راجع به دنیای خواب صحبت کنیم و تئوریای عجیب غریبی که مربوط به دنیای خوابه رو به شما توضیح بدم. اما اگه که چنل منو سابسکرایب ندارین حتما سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش بزنین رو آل تا هر ویدیویی گذاشتم از نوتیفیکیشنش باخبر بشین. لایک ویدیو حتما یادتون نره، حتما ویدیو رو لایک کنین چون که لایک شما بهترین حمایت برای من مهدیه. بیاین خیلی لفتش ندیم و ویدیومون رو شروع کنیم. Let's go. اول ویدیو میخوام از شما یه پرسشی کنم. به نظر شما وقتی که ما میخوابیم فقط رویا میبینیم و استراحت میکنیم یا نه وارد یه دنیای دیگه میشیم؟ یه دنیایی که توش میتونیم یک هر کاری که دلمون بخواد انجام بدیم ولی با یک سری از قوانین. من خودم با همون دومیه بیشتر کنار بیام. خیلی از ادیان بزرگ دنیا مخصوصا دین اسلام به این باوره که وقتی که ما میخوابیم روح ما از بدنمون جدا میشه و وارد یک دنیای دیگه میشه. به این عمل ما میگیم اکستراپوتیشن. اگه من اشتباه گفتم شرمنده و من کلا کلمش میذارم توی فوتیجای ویدیوم و شما ببینید دیگه. من کلا با تلفظ و پرونانسیشن کردن انگلیسی مشکل دارم. اکستراپوتیشن میشه سفر روح به یک دنیای دیگه. یعنی بخوام خیلی فارسی و قوی صحبت کنم میشه طریق و طی کردن روح. وقتی که روح ما از بدنمون جدا میشه میتونه به هر جا که دلش میخواد سفر کنه و اون دوباره میشه تئوری دنیاهای موازی که خودش یه ویدیوی دیگه است. یه چند سال پیش یه مردی یه عکس رو توی توییتر گذاشت و توی اون عکس یک سری اتاق زردی رو مشاهده میکنی و مرده میگفتش که من دیشب خواب بودم و یهو امروز اومدم اینجا. مردمای دیگه هم اومدن توی زیر توییتر کامنت گذاشتن که ما هم دقیقا همینو تو خوابامون دیدیم و گیر کردیم و کم کم رفته اسم اینو گذاشتم بک رومز. بک رومز یک سری اتاقایی هستند در واقع که بهش میگن اتاقای پشتی و همون تئوری دنیای موازی مربوطه و من نمیخوام همین الان ویدیو اسپویلش کنم، فقط تا همین حد بدونی که آدم وقتی میخوابه میره به یه دنیای دیگه. اما اگه این تا اینجا برای شما عجیب بود وایسین و ادامه ویدیو رو ببینید چون چیزای عجیب غریب‌تری هم وجود داره. من از بچگی وقتی که میخوابیدم مطلع بودم که اوکی من در حال حاضر خواب هستم و از اینکه تو خواب بودم و باور داشتم بهش. به این عمل که ما توی خواب بدونیم که خواب هستیم میگیم لوسید دریمینگ یا همون میشه دیدن رویاهای واقعیت، آگاه بودن از رویاها. مطمئن نیستم کلمش لوسید دریمینگو ولی حتما اگه فهمیدم میذارم داخل فوتیج ویدیو. اگه که شما بدونین که توی خواب هستین و توی دنیای خوابی میتونین خیلی کارا اونجا بکنین. برای مثال میتونین یک قاتلی که دنبالتونه رو با فکر کردن غیبش کنین. من همیشه همین کار میکردم و جدای از این که خیلی کارهای دیگه میتونی توی لوسید دریمینگ کنی. میتونی سفر کنی به یه دنیای دیگه، میتونی یک جای دیگه بری، میتونی خودتون رو کاری به شکلی دیگه در بیاری، میتونی قدرت عجیب و غریبی به خودتون بدی. اما چجوری متوجه بشیم که ما خواب هستیم؟ میتونین توی کل روز از خودتون بپرسین که من خوابم یا بیدار، من خوابم یا بیدار، من خوابم یا بیدار و وقتی که اینقدر اینو بگی میره توی حافظه بلند مدتتون و یک جور عادت میشه و وقتی که شما شب بخوابین توی خواب از خودتون من خوابم یا بیدار، من خوابم یا بیدار، من خوابم یا بیدار و وقتی که اونجا بفهمین که خواب هستین تمام میفهمین که اوکی من تو دنیای خوابم و میتونم کلی کار انجام بدم. اما اگه که متوجه بشین که توی دنیای خواب هستین و اینو به زبون بیارین تمامی کاراکترهایی که توی دنیای خوابن همشون برمیگردن و شما رو نگاه میکنن و
با هجوم و حملای فراوون میان دنبال شما و تا شما رو نکشن ولتون نمیکنن. و اینو من وقتی که داشتم سرچ میکردم کلی پیدا کردم و بعد خودم پیش اومده بود. وقتی که بچه بودم و خوابای ترسناک و اینجور چیزا نگاه میدیدم، این کار رو انجام میدادم تا از اون دنیا زودتر برم بیرون و به جای که اوضاع بدتر بشه، بهتر بشه، بدتر بشه. 2 تا کار رو هیچ وقت نکنید تو دنیای خوابتون. به زبون نیارینش. 2، هیچ وقت تو دنیای خواب به کسی نگید که من خواهم یا بیدار، من خواهم یا بیدار، من خواهم یا بیدار. چون افرادی که گفتن من خوابم یا بیدار از کسی پرسیدن تو دنیای خواب، اون یکی هم باز همین کار باش کردن. یکی از روش‌های دیگه که میتونیم بفهمیم که توی دنیای خواب هستیم اینه که دنبال ساعت بگردید. مسلما تو دنیای خواب یک دونه ساعت پیدا نمی‌کنیم و این خیلی عجیبه برای من که تو دنیای خواب ما ساعت پیدا نکنیم و ما انسان‌ها به 3 تا چیز بستیم: جسم، زمان. فکرم 2 تا چیز شد، جسم و زمان. و اگه سومیش اگه یادم اومد من میتونم میگم تو فوتیج ویدیو میذارم. فکر نکنم 3 تا باشه، 2 تا. و به خاطر همینه که ما نمیتونیم عروج کنیم به دنیاهای دیگه و چون ما هممون یا به جرمی وصلیم یا یک زمان خاصی رو داریم. و اونایی که میگن که ما مرده بودیم توی خودشون از حالتهای مختلف میدیدن و از بالا از پایین چپ راست و همزمان توی 1 ساعت مشخص خودشون رو به حالتهای مختلف میدیدن. اما اگه دیدین که این عجیبه به وایسی تا بعدی رو بشنوید. همه ما تا به حال حداقل 1 بار فلج خواب یا بختک رو تجربه کردیم و خب افرادی هستن که تجربهش نکردن. اونایی که نمیدونن بختک یا فلج خواب چیه، در واقع یک حالتیه که فرد خود در واقع بیداره و مغزش بیداره ولی نمیتونه هیچ حرکتی از خودش انجام بده، نمیتونه تکون بخوره، نمیتونه بلند بشه، حتی نمیتونه بعضی وقتا حرفم بزنه. به این حالت میگیم ما فلج خواب که مغزمون بیدار شده است اما بدنمون هنوز خوابه. این دلیل علمیشه و خب قراره که یک ویدیو در مورد بختک رو هم درست کنم ولی نمیخوام در موردش صحبت کنم. اما خیلی از ادیان بزرگ دنیا به این باورن که بختک صرفاً یک بیدار شدن بدن نیست، بیدار شدن مغز نیست و خوابیدن بدن نیست، بلکه وقتی که شما خوابین میره یک موجود دیگه رو میبینی، یک موجود این موجودات تا وقتی که شما رو نترسونن ضعیفن و وقتی که شما رو بترسونن میتونن از انرژی شما بگیرن و به خودشون بدن و قوی تر بشن، بزرگتر بشن، بالاتر برن. اوکی؟ پس همیشه تو باشه که بختک دیدین هیچ وقت نترسید. و خب این خیلی به من جالبه که وقتی که بختک میدیدم بچگی همیشه به خودم میگفتن که برو گم شو و دیگه پیش من نیا و واقعا بختک‌ها میرفتن و نمیومدن دیگه. اونا در حالت عادی انرژیشون نسبت ما کمتره ولی اگه که ببینینشون با ست انرژی شما اونا بختک‌ها کمتره که باز در هر صورت میتونی باشون مبارزه کنی. و بختک یکی از چیزاییه که خیلی 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 عجیبه. بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم دژاوو یا گلیچ توی ماتریکس یک تئوریه که از سریال و از فیلم سینمایی ماتریکس اومده. اگه فیلم سینمایی ماتریکس رو ندیدین حتما برید نگاه کنین. واقعا فیلم عالیه و 20 به نظر خودم اینقدر که جالبه، حتما برید نگاه کنین، عالیه. توی این فیلم شخصیت اصلی داستان یک گربه رو 2 بار میبینه و میگه که دژاوو و اون کسی که همراهشون پروفسوره دژاوو یک جور گلیچ توی دنیای ماتریکسه. در واقع اتفاقیه که تو از قبل میدونستی اما این تازه خوبشه. دژاوو به همینجا ختم نمیشه بلکه ریشش خیلی 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 عجیب غریب‌تره. توی خیلی از ادیانی که به تناسخ اعتقاد دارن میگن که ما قبل از اینکه وارد این دنیا بشیم زندگی‌های مختلفی رو به جلوی ما گذاشتن و ما جلوی این همه از زندگی در حال حاضر خودمون رو انتخاب کردیم. قبل از اینکه این زندگی رو انتخاب کنی ما این زندگی رو قشنگ دیدیمش و فیکسیم ولی برای اینکه بیایم به این دنیا باید همه اینا ریموف بشه، همشون از ذهن ما ریموف میشه. پس وقتی که ما میایم رو زمین و یه اتفاقی رو
2 بار تجربه میکنیم به این میگن دژاوو. دژاوو یعنی اینکه من اینجا بودم قبلا، همچین اتفاقی برای من افتادش. و حتی دژاوو بعضی جا انقدر میره بیشتر میشه، انقدر بیشتر میشه تا حتی شما میتونید 2 دقیقه بعدش هم بگیریم پیش بینی کنید. خیلی از ادیانی که به دژاوو اعتقاد دارن در این باورن که اوکی وقتی که دژاوو اتفاق میفته در واقع شما دارین تو زندگیتون کار درستی انجام میدین و تو مسیر درستی پا میذارین. ولی خیلی دیگه هم بر این باورن که اتفاقا وقتی که دژاوو اتفاق میفته کائنات تو اینا میخوام به شما بگن که شما دارین کار اشتباهی انجام میدین، پس پاتون توی اون کار نذارین، اونجا نرین. اوکی؟ پس دفعه بعدی که دیدین که اوکی من اینجا تو خوابم بودم بدونین که توی دژاوو این یک دژاووه. البته دژاوو بعضیا که میگن توی تئوری تناسخه میگن که حتی با خوابتون هم میتونین این قضیه رو درکش کنین، یعنی که این قضیه ها توی خواب شما برمیگرده و شما میتونین از طریق خوابتون بفهمین که اوکی من توی دنیا بودم و نبودم و هممون همین اتفاق میافتیم. ولی بعضی دیگه میگن که نه توی خواب همچین اتفاق نمیفته، بلکه این یک فراتره، بودین در اونجا توی کجا؟ دنیای خواب، همون دنیاهای موازی. مسلماً همین چیزایی که توی این ویدیو گفتم بر پایه تئوری و هیچ کدومشون هنوز ثابت نشده، به غیر از حالا تک و توک بعضیاشون مثلا بختک فلج خواب علم ثابتش کرده یا لوسی دریمینگ رو که میگن که اوکی وجود داره. اما یک چیزی میخوام به شما بگم که واقعا علم ثابتش کرده. اون چیزی نیست جز shifting realities. آخرین چیزی که قراره تو منوی این برنامه‌تون بهتون بگم، شیفتینگ در واقع یک عملیه که من مغز خودم رو وادار میکنم تا برم به یک دنیای دیگه. توضیح علمیش اینه. اما خیلی از افراد باور دارن که نه شیفتینگ فقط همین نیست. شیفتینگ یعنی که من واقعا پا به دنیای دیگه میذارم و 90% افرادی که شیفتینگ میکنن میرن به کجا؟ دنیای هری پاتر. اگه که دلتون میخواد در مورد شیفتینگ بدونید، من خودم انجامش دادم و واقعا میتونیم برید به دنیاهای دیگه. مثلا من خودم دنیایی که رفتم دنیای دیجیمون ها بود. من از بچگی عاشق دیجیمون ها بودم و فکر کنم مثلا این کارو من چند وقت پیش انجام داده بودم، خیلی وقت پیش، و واقعا تونستم برم به دنیای دیجیمون ها. میتونید توی اون دنیای شیفتینگ خودتون کاراکتر دیگه بشی. مثلا من دوست داشتم کاراکتر تیکی توی انیمیشن دیجیمون ها بشم و واقعا هم شدم. آیا مدل توی شیفتینگ خودمون رو گول میزنیم یا نه واقعا داریم به دنیا دیگه؟ نمیدونم. اما علم ثابت کرده که مغز ما میتونه خیلی چیزا رو به خودش بپرونه و خودش رو باور کنه که اوکی من همچین اتفاقی بر من افتاد، در صورتی که اون اتفاق واقعا نیفتاد. خیلی به من عجیب غریبه واقعا همچین اتفاقاتی میتونه بیفته تو دنیای ما و ما ازش بی‌خبریم. خب رسیدیم به انتهای ویدیومون. اگه که تا الان چنل من سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و این کلیک بزنید رو آل تا وقت هر ویدیویی گذاشتم از نوتیفیکیشنش بخبر بشید. خسته شدم دیگه اینقدر گفتم سلام. واقعا خسته شدم اینقدر اینجوری گفتم. دوست داشتم که همون حالت قبلی خودم بشم. خب تو این سری از ویدیوها قراره که اینطوری صحبت کنم، ترس رو بیشتر به شما بپرونم. و آره دیگه رسیدیم به انتهای ویدیو. اگه که شما از این سری برنامه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، دوباره میگم، و تو کامنت حتما به من بگین، چون که من از طریق کامنت ها میتونم بفهمم که اوکی مردم از چه چیزای خوششون اومد، چه چیزای بدشون اومد. و وقتی دیدم که شما اوکی از این مدل از ویدیوها خوشتون میاد حتما براتون میذارم. و اینم بگم که سری پارانورمال خودمون داریم ادامهش میدم، افسانه‌های محلی ادامه میدم، با رفیقام سعی کن نخندیم میذارم و همین رو انجام میدم دیگه. اینم یک سری روش. و اگه که دیدم چنلم مثلا به 5000 تا اینا رسید و تونستم که چنلم بیارم بالا، برای خودم حداقل میخوام یک سری مجموعاتی که بیارم تو ویدیوهام بیشتر کنم، هفته‌ای 2 بار حداقل، مثلا شنبه و چهارشنبه مثلا ساعت خوبی براشون میذارم حتما این ویدیوها رو. و آره دیگه میخوام یک سری اخبارای ترسناک و خبرهایی که آدم رو بخواد بکشتن بده همه ما رو از اونا میذارم حتما تو ویدیوهام. و آره دیگه اگه که تا اینجا چنلم حساب نکردین دوباره میگم حساب کنید، یکم برای صدامی بار نمیگم. و آره دیگه ویدیوم تموم شد دیگه، چیز به گفتن ندارم. ما خدا حافظ و ماچ به کلاتو.